با نمره 4.9 ابتدا گارد بسته مشکی فیدمون میام یه حالت کرو تعیین میکنه. من سعی میکنم همینجا دامنه مشکیمم کم رنگش بکنم، یعنی حرکتم به اصطلاح میتونم بگم سی موشنه. دامنه تیرم رو همینجا سعی میکنم کم رنگ بکنم. به موقع محوش کارم ساده تر بشه. ماشینمونم تیغش منظمه که یک فید تمیزی رو بهمون بده. با خزن منطقه روشنمون میام تو این قسمت تعیین میکنم، ولی پشت گوش دیگه نمیرم، به خاطر اینکه اگه پشت گوش بریم فیدمون دیگه میشه جزء دسته فیدهای برس فید، ولی ما میخوایم فیدمون کرف تمپل فید باشه. 1.5 میلیمتر گارد بسته توسی این فید میام میسازم. فقط دقت بکن که دقیقا همه دامنه ها اومد با همدیگه موازی تعیین بشه. با شیوه زیر منطقه خزنمون رو یه مقدار میام تمیزتر میکنم که رو فیدم شاین بدم به اصطلاح. خط خزن رو ابتدا با حرکت مفصل انگوش محو میکنم با گوشه ماشین. چرا؟ چون دامنه هامون حالت کرو و منحنی داره و تیغه ماشینمون صافه، به خاطر همین با گوشه ها کار میکنه. یه مقدار گارد به اندازه 0.5 میلیمتر سیموشه. اصلا اینجا نیاز نداره شما سرعتی کار کنید، شما اینجا نیازه که دقتتون بخواد اتفاقا بیشتر باشه. این دقت بالاتون درصد خطای کارتون هم تازه کمتر میکنه، کارتون زودتر تازه تمام میشه.